نیوشا هستم با لقب RP. بچه چند تا نکات هست که توی دوستی اگر انجام بدید دوستیتون مداوم‌تر و سالم‌تره. اول از همه صمیمی بودن بیش از حد. این صمیمی بودن خیلی پرانتز بزرگیه، خب خیلی نکات توش جا میشه. اول از همه چیزتون رو به هم دیگه نگید. یعنی وقتی که دارید با هم صحبت می‌کنید چیک و پوکتون راجع به دوستیتون، با این دوست شدم، با اون کات کردم، با مامانم اینجوری شد، با بابام اینجوری شد، با بردم اینجوری شد، لزومی نداره که همه چیزتون رو شما به هم دیگه بگید. تهش از یه جایی از همین مرحله ضربه می‌خورید. 2 احترام گذاشتن. مثلا 2 تا دوست فکر می‌کنن خیلی با هم صمیمیان، باشه اینجا گم شو، خراب، خفش گوه نخور. که چی؟ احترام گذاشتن قشنگ‌ترین چیزه. 2 تا خواهر برادر و 2 تا خواهر هم به هم دیگه بی‌احترامی کنن تهش دعوا میشه. احترام. بعد اینکه بیش از حد از هم دیگه انتظار داشتن. خب عزیز دلم، هر چی رو برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. اگر تو دوست نداری دروغ بشنوی پس دروغ هم نگو. اگر دوست داری این کارو باید انجام بدن پس تو این کارو انجام بده. یه طرفه فقط به دیدگاه خودت، به نفع خودت فکر نکن. انتظار نداشته باش. یا میشه یا نمیشه. حالا میخوام براتون یه داستانی تعریف کنم از یکی از دوستان خودم که ازش ضربه خوردم. ضربه نمیشه گفت، ولی خب انتظار بیش از حد داشتم. بزن بگو. نمیدونم که میدونید یا نه. من یه تایم خیلی طولانی رو تو سینما کار میکردم و دوستای اطرافم و دوستای صمیمی میدونستن که من توی سینما کار میکنم. چند تا دوستای صمیمی از من درخواست کردن که من ببرمشون پشت صحنه و بعضی از اکران‌ها که دعوت میشدم اینا به من میگفتن که ما رو به خودت ببر. و من یکی از دوستانم رو به خودم بردم یک بار توی اکرانی و اونجا خب برای آدمای عادی چنین موقعیتی پیش نمیاد. و من دوستامو به خودم بردم اونجا با اصرار خیلی زیاد که عاشق سلبریتی‌ها بود و اینا و از قضا سلبریتی مورد علاقه‌شم تو همون اکران بود. من اینو بردم. آقا اون اونجا با اون سلبریتی آشنا شد، ارتباط برقرار گرفتن، دوست شدن، خیلی خوش گذشت بهشون و کات کردم. تهش به من گفت من به خاطر پیشرفت تو به این نزدیک شدم. من می‌خواستم که فقط تو پیشرفت کنی. اصلا به خاطر پیشرفت تو من با فلانی رابطه برقرار کردم. فکر می‌کردم که این اتفاق واسه تو خیلی خوب باشه. عزیز دلم، اونجاست که میگن انتظار از من داشت و من هم می‌خواستم که مورد تایید دوستم قرار بگیرم و اینو بردم. و برای خودم یه خطری درست کردم، ولی بردم، به دوستم حال دادم، بردم اونجا و با سلبریتی مورد علاقه‌اش اوکی شد از طریق من و تهش به من اینو تحویل داد. 2 تا دوست معمولی باشید، سلام چطوری، خوبی، اشغالتون می‌کنید، تمام. بودم پای رفیقا نمونم لای رفیقا، آخه یه چی میشدم میکردم خواهی رفیقا، گفتی با یکی بمون نره لای یکی ولی تو میسوختی فیتم هی تا یکی دوست همه نبودم، فقط بودم دوست تو، ولی تو زیر پای رفیقت بیندازی